در کنار شهر ایزه یک تیکه‌ای از بهشت وجود داره که آب و هوای اون در زمستون و بهار یکی از بهترین و نابترین آب و هواهای مناطق لرنشین، خوزستان و ایرانه. اسمش دشت سوسنه. اما متاسفانه باید ما هر روز شاهد این باشیم که یه خبرای بدی از این منطقه بیرون بیاد. اما چرا؟ در کنار دشت سوسن یه رود کم ارزی وجود داره که با تمام زیبایی‌هایی که داره تبدیل شده به یکی از قاتل‌های جوانان ما توی اون منطقه، تبدیل شده به یکی از قاتل‌های بچه‌های ما توی اون منطقه، تبدیل شده به یکی از قاتل‌های حتی بزرگسالان ما توی اون منطقه. توی این سال‌های اخیر هیچ گونه تمهیداتی اندیشیده نشده که در کنار این رود، در حاشیه این رود ایمنسازی صورت بگیره. اما متاسفانه اوضاع بدتر از اینه و به همینجا ختم نمیشه. یعنی شما وقتی که صبح از خواب بیدار میشه توی شهر ایزه باید همیشه منتظری خبرهای بدی باشی اونجا. مثلا فلان راننده در جاده ایزه تصادف کرده قطع نخاع شده، یا در جاده ایزه تصادف کرده از بین رفته، یا اینکه تصادف کرده همراه با خانواده‌اش از بین رفته، یا همراه با مسافرش از بین رفته. اون موقع میگن چرا جامعه ایزه جامعه شادی نیست، مردمان ایزه مردمان شادی نیستن. وقتی که یه پدری به زحمت و به سختی در طی یک روز بتونه خرج زندگیشو در بیاره، وقتی که روزشو با همچین خبرایی شروع کنه، وقتی که روزشو با غرق شدگی و مرگ و میر شروع کنه، چجوری انتظار داریم که اون جامعه شادی باشه؟ توی ایزه همه مردم به هم ارتباط دارن، همه قبیله، همه طوایف با هم ارتباط دارن. وقتی که یک خبر بدی به وجود میاد، وقتی یک خبری به وجود میاد از مردن کسی، از غرق شدن کسی، از عزادار شدن کسی، چون همه همدیگه رو میشناسن روی کل جامعه تاثیر میذاره، جوری تاثیر میذاره که نمیذاره و اجازه نمیده که اون جامعه به یه جامعه شادی تبدیل بشه. چه جوری باید این جامعه امید داشته باشه؟